سلام، امیدوارم عالی باشین. من فاضلم و امروز میخوام یک تکنیک خیلی کاربردی رو بهتون بگم. قطعا براتون پیش اومده در طول روز باید یک سری کارهایی رو انجام بدین، اما حوصله انجام دادنش رو ندارین. میدونین که اون کارها ممکنه از شما زمان زیادی رو هم نگیره، اما با این حال دلتون نمیخواد که انجامش بدین. امروز میخوام یک تکنیکی بهتون بگم که با این تکنیک خیلی راحت میرین و اون کارها رو انجامشون میدین. اسم این تکنیک قانون 5 دقیقه است. قانون 5 دقیقه به ما میگه فقط 5 دقیقه از یک کار سخت رو انجامش بده. ذهن ما در مقابل شروع کردن مقاومت داره، ولی برای ادامه اتفاقا خیلی ما رو همراهی میکنه. زمانی که ما به ذهنمون میگیم فقط 5 دقیقه از یک کار سخت رو انجامش میدم و میریم اون کار سخت رو شروعش میکنیم و انجامش میدیم، ذهن در برابر ادامه دادن اون کار دیگه مقاومتی نمیکنه و اتفاقاً علاقه داره که اون کار رو ما ادامه بدیم و ما همراهی میکنه. وقتی که ما 5 دقیقه میخوایم مطالعه بکنیم، وقتی که میخوایم 5 دقیقه خونه رو مرتب کنیم، میخوایم 5 دقیقه ورزش بکنیم، میخوایم 5 دقیقه بشینیم یک مثلا مقاله رو بخونیم، میخوایم 5 دقیقه بشینیم از یک دوره آموزشی رو ببینیم، وقتی که براش زمان مشخص میکنیم و بهش میگیم فقط 5 دقیقه این کار رو انجام میدم، دیگه ذهن ما مقاومتی با ما نداره. ما شروع میکنیم و بعد از 5 دقیقه حتی میتونیم ادامهش بدیم و اون کار رو به خوبی انجامش بدیم. موضوع دومی که قانون 5 دقیقه میگه کارهایی که کمتر از 5 دقیقه است و زمان و انرژی میگیره رو برو سراغشون و انجامشون بده. ممکنه که یک سری کارها مثل یک وایسی که ما باید گوش بدیم، عکسی که باید برای کسی بفرستیم، فایلی که باید آماده بکنیم، یک مطلبی که باید بخونیم و جواب بدیم، یک موضوعی که باید چکش بکنیم، پیامی هست که باید جواب بدیم، این کارها کمتر از 5 دقیقه از ما زمان میگیره، ولی ما خیلی وقتا حتی همین کارها رو هم دوست نداریم انجام بدیم. پس قانون 5 دقیقه میگه که بیا کارهایی رو که کمتر از 5 دقیقه از تو زمان میگیره مشخص کن و برو سراغشون رو انجامشون بده. زمانی که ما میریم سراغ این کارها و این کارها رو انجام میدیم، ذهن ما خیلی باز میشه برای اینکه ما بتونیم بقیه انرژی ذهنیمون رو صرف کارهای مهم دیگه‌مون در طول روز بکنیم. اتفاقا من یک ویدیو هم در مورد این موضوع ضبط کردم، در مورد برنامه‌ریزی، دسته‌بندی کارها، و براتون لینکش رو میذارم داخل دیسکریپشن. اگر که اون ویدیو رو ندیدین پیشنهاد میکنم اون ویدیو رو هم حتما ببینید. نکات خیلی کاربردی رو اونجا هم بهتون گفتم. پس جمع‌بندیمون چی میشه؟ جمع‌بندیمون میشه این که قانون 5 دقیقه میگه کارهایی که کمتر از 5 دقیقه است تا زمان میگیره رو انجامشون بده و کارهای سخت رو فقط 5 دقیقه‌شو انجامش بده. و به خاطر اینکه ذهن ما به شروع مقاومه و در برابر ادامه دادن نه تنها مقاومت نمیکنه بلکه ما رو همراهی هم میکنه، ما بعد از 5 دقیقه از انجام دادن یک کار سخت احتمالا اون کار رو ادامه میدیم و یا به پایان میرسونیمش یا یک بخش زیادی از اون کار رو انجامش میدیم و فقط از این 5 دقیقه برای گول زدن ذهنمون استفاده میکنیم. مرسی که تا این لحظه همراه من بودید. این جلسه‌مون خیلی کوتاه شد، اما این قانون میتونه تو انجام دادن خیلی از کارها بهتون کمک بکنه. تا جلسه بعدی، فعلا خدا نگهدار.